تفرمانه نیسته چیه؟ معرفه. سلام و درود میگویم به همه هواداران و مخلصان برنامه‌های کانال پیشصف. برنامه فراق است مهمان کاشانه‌های شما. قبول دارید برنامه نوبتی فراق را. همه برای بوم دختری و چه تو باید به غیرت باشی خدا را شکر که ترا یافته تفرمانه نیسته چیه؟ معرفه. هیچی نمیدونه من این چی میگم بابا بخشی بگم با این من سراغ کردم میرم در پیش چند ماه قبل برنامه فراق با اشتراک گلنازه یک خواهر نازنین ما منظور شما گردیده بود که گلنازه از آن قصه میکرد که 21 سال است مادر خود را میجوید و خوشبختانه با پخش گردیدن برنامه فراق گلنازه توانست که بعد از 21 سال مادر خود را پیدا نماید و اینک گلنازه در مهمانی ما است. خوش آمدید گلنازه جان. تشکر زیاد. چند ماه قبل که این برنامه منظور هواداران کانال پیشصف گردیده بود و شما از اون قصه میکردید که مادر اصلی خود را باید پیدا کنید و 21 سال سپری شد و بعد از 21 سال خوشبختانه شما مادر خود را پیدا کردید. مبارک باشد. تشکر زیاد. من میخواستم اولا مینتداری خود را به شما و برنامه فراق که طریق کانال پیشصف پخش گردید. من توانستم که 21 سال عمر 21 سال انتظاری خود را یعنی در حسرت مادر بودم و میخواستم که مادر اصلی خود را از پیش ببینم و با او هم صحبت شوم. طریق همین برنامه و البته با دستگیری مردم عزیزمان توانستم که مادر خود را پیدا کنم. خب بسیار خوب، چون ما هم بودیم البته در این واخوری بسیار نازنین طریق خود شما در همون جا بودید، جریان بودم. در همون جریان بودید که خالم با ما زنگ زد و رفتیم. اولین باری که از دروازه خانه و چای خودت وارد میشه یک احساس دیگه ایده. او خانه را یکم بار دیدستی، او کوچه را یکم بار دیدستی. ای دروازه شما وارد شدم او چند مشغول کار خانه بود. آمدن خیلی سلام علیک کردن. نو در اول شما رو نشناختن نه؟ نه نشناختند و اول با من سوال دادن که کی تو؟ من تنها با یک کلمه توانستم همواره فهمونم که من دختر هموایم. فقط یک کلمه گفتم من معرفت. تمام دیگه یگان چی دیگه نگفتم. نه نیسته چیه؟ معرفه. هیچی نمیدونه من این چی میگم بابا بخشی بگم با این من سراغ کردم میرم در پیش با همین یک کلمه خانه دعوت کردند و گفتم بیا در خانه بشینیم صحبت کنیم. حالا که من یگان در برنامه پیش را گفتم که من در دلم سوال دارم، میخوام که چه خودم سوال ما پرسان شم. بله. لیکن اول ما یگان سوال دوا نگفته چون ام خیلی تیز گفته سنده گویا هوزی چیزی را ای دست میتین ای دست نتیم باید کوشش کرده سن. همه قصه سرگذشت زندگیشون نقل کردن و با کدام سبب مرا موندن رفتن و همه چیزا با پرگیش چون نقل کردن.
یک نگاهی که ما در او گم شده بودم نگاه دارم گفته است که ما اوچتم همین چیزا ما 21 سال انتظار بودم. وقتی که گفتن که در واقع گفتن که من مادر تو هستم و اوچه تو هستم بدون یگان شک و شبهه تو باور کرده؟ ای همو حالتشون که وقتی من یک کلمه گفتم که من معرفتم اوجه دیگرگون شدن که ای همو حالت همه اوچه ما را میشناسم میدونه. بعد اوی که هر زود روز ما در دفتر قید میکرده که همین روز ما چند ساله شدم چی کردم خچون با خچون جشن میگرفتیم. یک چیزی غریب میکنه باور کرد. بله یعنی که اون سوال هایی که در ذهن شما و در قلب شما بود شما حتی این سوال ها رو پیشنهاد نکرده به این سوال ها جواب گرفتید و عموما سبب شما رو گذاشته و رفتن شما به درستی درک کردید فهمیدید چی سبب شده که شما رو گذاشتن و رفتن؟ سبب مشکلی زندگی اوچه ما را وادار کرده که فرزند جگربند خچه ای خودش دور کنه و مونه و غریبی برای کارکنی روه. یعنی که پدرتون اوتام هم هستن زنده و حیات لیکن با وجودی که دانستن که ما پیدا شدم همچون پدروار یک بار ما در زنگ نزدن و از حال ما پرسان شوند نکردن نه؟ شما در برنامه‌های قبلی دیدید که یک زن با نام دلبر از فدراسیون روسیه با ما تماس گرفت و خود را مادری اصلی گلنازه معرفی کرد. یک لحظه به این نوار توجه میکنیم و سپس ادامه میدیم. اوست همه برای بوم دختری اوچه من چی گناه داشتم پردون تو گناه نداشتی بچه من به خاطر زندگی دیگه آدم تو گناه نداشتی من گناه کار دخترم خاکی پادشاه این برم برای طرف التماس میکنم تو باید به غیرت باشی خدا را شکر که ترا یافتم و خواهد باش من باید من نمی چی شما اپریل میپرم پیش تو میرم اول پیش تو میرم و پیش خواهر اپر. خب دوستان عزیز البته در برابر این بانوی عزتمند که شاید فرزند خود را همسن و سال گلنازه گم کرده باشد و به همین خاطر چون بسیار از فراق و سوز زیاد به ما تماس گرفت و گفت که من مادر گلنازه هستم و چون ماه مارت برنامه ما پخش شد و این مادر گفتن که من ماه اپریل به تاجیکستان می آیم و خلاص دیگر این مادر هم روابطش تماسایش با ما قطع گردید و باز چندین نفران دیگر نیز روز دیگر با ما تماس گرفتند و خود را مادر اصلی گلنازه معرفی کردند و تا پیدا کردن مادر اصلی گلنازه ما هیچ نوار منظور شما نکردیم و همین هم سبب داشت. سببش همین بود که ما خواستیم که مادر اصلی گلنازه پیدا گردد و به شما یک مژده خوش بدهیم و تا بند و بست گردیدند و پورا تصدیق شدن این برنامه کمی از بین وقت گذشت. از یکایک شما منظرت میخواهیم و به یکایک شما سپاس میگوییم برای اینکه همیشه از قسمت گلنازه در زیر کامنت ها پرسان میشدن و میپرسیدید که تقدیر گلنازه چی شد و آیا با مادر اصلیش وا خورد یا نه. بار دیگر این خوشبختی مبارک باشد چون شما که از نگاه های پرمهر مادر از بوی مادر امروز فکر میکنم که بسیار فرحمند هستید نه؟ بله من خوشبختم که 21 سال او چیزی که هر دم و هر لحظه از خدا میخواستم که یک بار من با اوچم رو پرو شوم. البته با خواست خدا و دستگیری شما و دستگیری مردم عزیز من توانستم که اوچم پیدا کنم و 21 سال عمر خود که در دل هر آن سوالی که مرا
هر لحظه فکر مرا اومخته میکرد و اذیت مرا می‌داد. اذیت میداد. ما توانستم که در سوالای خودم جواب گیرم و یک بار دیگر اثبات شد که وقتی که انسان به خود یک مقصد میگذارد و به خود البته که باوری دارد انشاءالله با خواست خدا به مقصد خود میرسد. من نیز به مقصد خود رسیدم و شما نیز همه وقت به خود باور داشته باشید، نزد خود مقصد گذارید، بعد عمل کنید. واقعا با معجزه های خداوند انسان باید همیشه با چشم نیک بنگرد. البته وقتی 21 سال در آرزوی یک چیز هستی باور نداری که همین چی امکان دارد یا نه، یک روز میخیزی که همه آرزوت عملی شده. بله، یک شعله امید همه وقت در قلبت میدرخشید نه؟ البته همه وقت امید داشتم، هرچند که میگفتم نه که نه گلنازه چیز امکان نداره، او اگر یافت میشد اینقدر سال ده ترا میگفتم میافت، لیکن من همه وقت امید داشتم از خدا که یک روز نه یک روز من میتونم که اوچما ببینم. شکر خدا به همش. اگر که همین چیزا نمیشد شاید فکر میکنم که زندگی معنا نداشت. همه همین پستی و بلندی به زندگی انسان با یک رنگی معنی دیگر میبخشد. بله، و واقعا هم یگون چیز در زندگی به حکمت هم نیست. وقتی که بار نخست گلنازه به دروازه مادرش در آمد و یکدیگر رو بر آغوش گرفتند و چگونه بعد از 21 سال چخل با حسرت و درد همدیگر رو بر آغوش گرفتند و از عمق دل گریه کردند. واقعا ما اونجا بودیم و من احساس میکنم این مادر رو، درد این مادر رو. چیزی نداره من این چی میگم بابا بخش بگم با این من سراغ کردم میرم در پیش واقعا هم این مادر قصه کرد که یک روزگاری بسیار سخت داشت و این مادر از ناتوانی مجبور گردید که جگربند خود را با یک زبان خط به دست بابای سنگین و مامای اولیا بدهد و به آنها اعتماد کرد، باوری کرد و فرزند خود را در سن خیلی خرد 8 ماهگی موقتا به دست این پیر و کمپیر نازنین داد. گفت که من به مهاجرت می روم و به شما حتما که هر ماه مبلغ می فرستم و بسیار متاسفانه چون به فدراسیون روسیه رفت با یک مشکلی بسیار وزنین روبرو شد و دیگر نتوانست که مبلغ بفرستد و به اینها دوباره تماس پیدا نماید. خلاص با سختی ها و ضربه های وزنین زندگی بعد از 9 سال به تاجیکستان آمد که علاکه گلنازه یک دختر نورس است و دیگر نتوانست که او را با خود بگیرد چون علاکه فرصت فکر میکنم که ایدست رفته بود یا شاید که قسمت همین بود که شما باید بعد از 21 سال هم دیگر را ببینید. خب یک قسمت بسیار سخت و پریشان گلنازه و مادرش را تا امروز آورد. گلنازه جان، بار دیگر شادی، نشاط در زندگی در عمرت مبارک باشد. ما هم در برابر تو ما و اینقدر بینندگان زیاده که نه کمتر از 1 میلیون نفر این نوار قسمی اول و دوم رو تماشا کرد و در برابر تو اشک ریختند و در برابر تو غمگین شدند و در برابر تو خواستند که تو مادری اصلیت رو پیدا کنی. شادی و نشاط در زندگیت مبارک باشد. تشکر زیاد که بهردین. خب طوری که خود شما قید کردید پس هر یک کار یک حکمت هست. شاید امی اوچم مرا موندن و رفتن همه امی یک حکمت داشت که ما امروز خب همه همین سنجش های زندگی باعث شدن که ما در زندگی شب و روز مبارزه برمو یک دختر قوی شوم.
فکر میکنم شخص باید همیشه مبارز باشد در زندگی با همه پستی و بلندی های زندگی. باید در نبرد باشد. باید در نبرد باشد تا اینکه خودش را سازد. من نیز توانستم که در زندگی ناامید نشوم. خب باز چی گفتنی ها داره؟ خب این لحظه من میخوام که فرصت مناسب را از دست نداده منتداری خود را اولا به شما و به کل مردم عزیز تاجیکستانمون برسانم که طول این 6 ماه در فکر من بودند و در غم و غصه من شریک بودند، در برابر من اشک میریختند و مرا درک میکردند، دردی مرا درک میکردند. از این رو میخوام منتداری خود را به همه شما برسانم و از درگاه خدا خوشبختی شما رو خواهانم. بگذار هیچگاه از عزیزترین شخصانتان، از جگربندانتان هیچگاه جدا نشوید. واقعا هم یک روزگاری پر از سعادت، پر از عشق، پر از نور و پر از محبت به شما آرزومندیم. این برنامه فراق بود. خدا کند که هیچگاه فراق دوری از پیوندان و عزیزانتان در روزگار شما راه نیفتد. به همه شما سعادت روزگار آرزومندیم. تا برنامه های دیگر صحتمند و امان باشید.